تا یه سوال آماده کردم برای جنجالی. 3 تا فوش که با که شروع بشه. سلام به چنل خاله‌زاده، خیلی خوش اومدین. امروز چی داری برامون؟ امروز قراره با هم دیگه یه بازی انجام بدیم. چیه؟ یه چالش 6 ثانیه‌ای. من ازت سوال میپرسم، 6 ثانیه فرصت داریم جواب بدیم. مجازات داره؟ بله، مجازات هم داره. مجازاتش اینه که هر کی که بازنده بشه باید زنگ بزنه به صمیمی‌ترین دوستش با لهجه صحبت. حالا صمیمی جواب نداد چی؟ نفر دوم زنگ میزنه. برات سوال آماده کردم جنجالی، خب. پر از حاشیه آتیشی. 3 تا چیز، حالا وسیله یا هر چیزی که تو اتاق زن و شوهرای جوون می‌بینی. 6 ثانیه میشه فرصت. تخت، اسپری، رژ لب. اسم 3 تا غذای ایرانی. قرمه سبزی، مرغ ترش، زرش پلو. 3 تا آهنگ بگو که همیشه حالتو خوب میکنه. اسم آهنگ میگن، اسم خواننده. 1 2 3 و 2 ابی شادمه قمیشی. نه ها 3 تا آهنگی که همیشه حالتو خوب میکنه. باخته. 1 باختم. اسم آهنگ بلد نیستم من نبازم، من اصلا بلد نیستم با لهجه صحبت کنم. خب بگو 3 تا کاری که صبح انجام میدی. دستشویی میرم، مسواک میزنم، صورتم میشورم. آفرین. 2 1 3 تا کاری که باعث میشه وای خاک بر سرم، من چرا این کار انجام دادم. وای خاک بر 1 2 3 من اصلا کار بد انجام من باز باختم. اصلا کار بد انجام نمیدونم. نه خیلی دختر خوبیم. اصلا 3 تا فیلم یا سریالی که با هم دیدیم. فیلم باشه. فیلم یا سریال دیگه. 1 چپ و راست رو با هم دیدیم، زودپس رو با هم دیدیم، لحظه گرگومیش. همه ایرانی، یعنی یه دیدیم ولی الان دیگه تو ذهنم نبود. 3 تا چیزی که باعث میشه قهر کنی. تو هم که سوسو قهر کنم، جواب نده، سرم داد بزنه، دیر بیاد خونه. اوکی، من یادم رفت بگیرم ولی گفت. 2 3 3 تا چیزی که وقتی آشتی میکنیم میگه. قربونت برم، عشقم، فدات شم. راحت پرسیدم. خیلی راحت. 3 تا غذایی که میسوزونی. تو هم که آشپزی اصلا ماشاءالله. غذا میسوزونم خدای من، غذایی نمیسوزونم. برنج، فقط برنج. 4 5 غذا نسوزونی تا حالا؟ نه فقط برنج سوخته. 3 تا چیزی که هیچ وقت نباید بهش بسپاری. 1 2 3 این که بگم فلان کار انجام بده، بعد دقیقا میگم یادش میره. 5 6 یکی جو گفتی باختی. بالاخره ولی من جلوام. ولی واقعا تو چه چیزایی نمیسپاری؟ من مثلا میدونی چه شکلی، من میگم عشقم برو اون کار رو انجام بده، بعد میگه حالا انجام میدم، ولی بعد همه چی میفته لحظه آخر من تو خودکشی میخوام بکنم. منم اینجوری اتفاق برام افتاده. مثلا لحظه آخر، یعنی هرس بعد بخورم تا اون کار مثلا انجام بده. بعد خیلی آدم درصد مردا اینجوری باشن فکر می‌کنم. خیلی چیزه. آره این چیزه هستش که مثلا برو فلان چیو درست کن مثلا. این حالا میمونه حالا دقیقه نداره. خیلی بده دیگه. من همون لحظه به درست. من هرس میخورم. من دیشب شام می‌خواستم بهش گفتم که من شام ندارم بخورم. حالا داشتم آیارو کلا. خب بعد گفتش که برات بخرم. نه نخر. گفت پس بخرم. نه نخر. بعد دیگه من نخر. تو من درست کردم. تو چرا آره من واسهشون مهم نیست. میدونی فکر می‌کنم ما داریم جدی میگیم. آره خیلی من گفتم خیلی جدی. حاشیه ترین سوال. 3 تا فوش بگو که با که شروع میشه. فوش کردن. بگو چیزایی که تو ذهنت رو بگو. تو ذهن کثیفم خیلی چیزی. 1 باختی. اصلا یادم رفت شروع ولی باختی. آره باختم. خیلی سوال بپرس. بردم قهرم. آسون من که دیگه بردم، اصلا دیگه چیزی ندارم. آره دیگه. 3 تا آهنگ که باش غیر میدی. غیر میدم. من غیر بلد نیستم. حالا میریم سر مجازات. بیا عقب. مجازات چی بود؟ زهرا خیلی استعداد داره با لهجه حرف بزنه. حالا نه اینکه لهجه رو اصولیا ولی میتونه. بعد الان باید زنگ بزنیم. 1 2 چقدر بخندم. اون چقدر بخندم. صدا رو بذار بلندگو. زنگ میزنم علیمو. علی سرکاری؟ شاید جواب بده. میگه کار دارم. آقای همتی اونو درست. آره. به زنگ زنم. جواب نمیده. علی که جواب نداد. نه جواب نمیده. جواب بده میداد. عباس زنگ بزن. عباس خندم میگیره. با علی هم خندم میگیره دیگه. اونو دیگه خیلی خندم میگیره. حالا مدام لهجم بیاد. امیدوارم که عباس هم جواب بده. دستش تو بیماراش من الو سلام.
خوبی؟ چه خبر؟ چی کارا میکنه؟ خوش میگذره؟ سر کار میری یا خونه ای؟ ننت رفت مسافرت؟ خب آره دیگه چیکار کنم تو فقط جواب دادی. آره دمت گرم. کاری نداری؟ خداحافظ خداحافظ خداحافظ. خیلی بیزوق بود اصلا هیچ حیرانی نداشت. بگم به هر کسی زنگ می‌زدیم فرش می‌خواست بگه اسکلمون کردی. امیدوارم که ویدیو ما خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره بکنه. فعلا خداحافظ.